سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یکی از راه‌هایی که ما میتونیم سالم زندگی بکنیم اینه که حواسمون جمع باشه. حالا یه مثال میزنم. ببینید شما پیش اومده حتما مثلا در حین آشپزی هستید یا در حین رانندگی، مثلا با موبایل دارید صحبت میکنید، نگاه میکنید غذاتون ته گرفته، داشتید نگاش میکردید اما چون حواستون به موبایل پرت بوده، با یه نفر داشتید صحبت میکردید، غذاتون سوخته. یا حین رانندگی چرا میگن با موبایل صحبت نکنید؟ چون حواسمون پرت میشه و این حواس پرتی ممکنه خسارت به ما بزنه. برای بدن هم همینه. ببینید ما زیاد شنیدیم که میگن حین غذا خوردن مثلا تلویزیون نبینید، موبایل صحبت نکنید، حتی سعی بکنید که حواس پرتیمون رو کم بکنیم تا غذا بهتر هضم بشه و اذیت نشیم. کل دنیا همینه، حواسمون باید پرت نشه، حواسمون جمع باشه. این حواس پرتی ها باعث میشه که مریض بشیم، باعث میشه که سیستم ایمنی بدن خطا بکنه. چرا؟ چون وقتی فکر و ذکر ما مثلا حواسمون پرت شده رفته سر پول در آوردن، سر مشهور شدن، سر فضای مجازی و هزاران اتفاق دیگه‌ای که واقعا اصل نیستن، اون وقت این حواس پرتیه باعث میشه که معده ما راحت کار نکنه، مغز ما راحت کار نکنه، خواب خوبی نداشته باشیم و هزاران اتفاق دیگه‌ای که برای بدن رخ میده. پس باید حواسمون رو جمع بکنیم. این حواس جمعیه چطور میشه؟ چطور باید حواسمون رو جمع بکنیم؟ باید تمرکز داشته باشیم. از فردا نه، بلکه از امروز باید بشینیم ببینیم ما چی از دنیا میخوایم، چیا میخوایم و برنامه ریزی شده به سمتش بریم. این که فکرمون و ذکرمون رو به حاشیه‌هایی که واقعا ارزشش رو نداره به سمتش نریم. با یه برنامه‌ریزی درست باعث بشیم که حواس پرتیامون کمتر باشه. مطمئن باشید که نتیجه خوبی میگیریم. مرسی، خدا نگهدار.